سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیچینی ژمچوک تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 100 گرم مارگارین، 100 میلی لیتر روغن رستنی، یک قاشق сахарный пудра. mana no'gi kortba, no'gi qoshiqchaba razrıxlitil bisyor hamroh میکنیم. یک دانه تخم 300 گرم آرد لازم است. mana ما 100 گرم مارگارینامه میگیریم. با یاردم ویلکا خشرو ملایم میکنیم. خودش در حرارت خانه باشد، سخت نباشد. ما پیش از تیار کردن از خلادیلنی گرفته میمونیم. نه در حرارت خانه باشد. نه خشرو ملایم کردیم. اکنون 100 میلی لیتر روغن رستنی همه همراه میکنیم. بو باشد. نه 100 میلی لیتر روغن رستنی. نه 2 قاشق ساخن پودر. میتونید جاشبه شکرم استفاده برید. ساخن پودر برای چی همراه کردن؟ در نمی محصولاتمون خشرو آب میشد. شکر خیلی کلالچه شکر میموند. برای همین من ساخن پودر استفاده بردم. یک بار دیگه همیشه خشرو آمیخته میکنه. ما خشرو آمیخته کردیم و اکنون یک دانه تخم مرغ همراه میکنیم. یک دانه تخم همراه کرده بار دیگر خشرو آمیخته میکنیم. محصولات ما تیار. اکنون حتما разрыхлитель ما آرد به همراه میکنیم. آرد به همراه کردیم و خشرو خمیر میکنیم. بسم الله. همین روغن رستنی خمیرامای ریزانک میکند. بعد دخابکه با دراتگر همین خمیر سرخی بد نمیشد. همین سبب از سببی روغن رستنی کردن ما رنگش سرخی خشرو نبیاد مزهش خشرو. من خمیری ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر روغنی این آمد. باید خیلی ملایم بیاد خمیری ما. ما اکنون خمیرامه به مدت 20-25 دقیقه به خلادیلی. من خمیری ما دم گرفت. ما کو خمیرامه با زبالچای برابر تقسیم میکنیم. چقدر روغنین. همشه با زبالچا تقسیم میکنیم. چقدر خواهید کلانتر خواهید کلانتر، میته‌تر خواهید میته‌تر، همش یک رزمیر باشد. نه همینطور همش زبالچا با تقسیم میکنیم. من 20 دانه زبالچه شد. زبالچه یخی. ما کو با همراهی من همین گونه چوبچه یا زوبچیسکی گرفته. من همین زبالچای میگیریم. اینقدر من تنوگ میکنیم با همراهی همین دست ما. من چوبچکی ما ژمچوک میسازیم. من یک تا از آن طرف یک تا من از این طرف. من ما با ماباینش به من پلاسه میمونیم. من ژمچوک شد. همشه همین طور لیسته میچینیم. پیچینی های من باز من اینی ساکای من دستکی قطعه من اینجاش قطعه کردم میشد و خیلی معلوم نیم. بهترش همین چوبچه کی طرز تیار کنیش به نهایت آسان. گرفتیم چوبچه. من یکتا از این طرف من یکتا با از این طرف زده بعد مابینش به من چوبچه میمانه. من طرزی من مانندی ژمچوک شد. من پیچینه لیست بگرفتم. اکو تفتان بمیمانیم. در مدت 15-20 دقیقه تیار میشد. ما سرخی بد نمیکنیم. خودش هم سرخ نمیشد از سببی روغنی رستنی. من پیچینه ما هم تیار شد. من رنگش ناقدر سرخ میکنیم. من پشتاش من خمیراش بنید روغنی من معلوم. ما اینا آرام میتیم اکو. برای آرایشش چه لازم برای ما؟ برای ما بریانه سکوشانکا. نه. بریانه سکوشانکا لازم. 4-5 قاشق بسیار نه. و من با این خیلی گونه ژمچوکا برای آرایش. من طرزی تیار کردنی پیچینی من یکتا همین یک لباشی میگیریم. پیچینی من سکوشانکا میمالیم. ما لباش به کمتر بسیارتر و عقبش به کمتر
میمولیم که لبش بسیارتر بیاد، بلندتر بیاد. شروع نه یک تای دیگه شه بلاشمه میپوشیم. منو باید این خیلی شود. طرفش پست، لبش بلند. منو باید همین طور شود. منو سوکوشونکا کریم. اکو ما هنیم برای جمچوک میچینیم. همین جمچوکی برای آرایشه منو خودش سوکوشونکا شروع میقپه. ما چند تا خواهیم میچینیم. نه این ویتامینچه های مغازه ها میفروشه. پچکش 25 سوم 30 روبل هر خیلی نرخشه. قیمتاشو منه. خیلی به مانندی جمچوک شد. همشه این طور تیار میکنیم پیچینی های. میبینید پیچینی های جمچوک ما هم تیار شد. نگاه کنید چه خوشرو آمد. برای دسترخوان بینید خوشروه. درونی پیچینی ها میبینیم که چه تیار شده از خمیراش. خمیراش چه خیلی ببینید ریزانه کام دیگه وارد شده میرد. جایی بالا زدامدگی شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما رو دستگیری کنید، پادپیساتیه کنید و یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.